شوکت میرزیف رهبر فعلی ازبکستان را بار دیگر پرزیدنت این همسایه کشور تاجیکستان اعلام کردند. انتخابات روز 9 ایول گذشت. رهبران چند کشور از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان انتخابی دیگر برای میرزیف را پیروزی قطعی نامیدند، ولی بعضی از ناظران گفتند که انتخابات به رقابتی واقعی گذشت. همکاری ما میرزا نبی خالقزاد انتخابات ازبکستان را پیگیری میکرد و میرزا نبی نتیجه چی شد؟ سلام به بیننده‌های عزیز. انتخابات ازبکستان آرام و بی هیاهو گذشت و طبق پیش بینی‌ها شوکت میرزیف در کرسی خودش ماند. این دوره سیوم ریاست جمهوری وی است. بر اساس قانون اساسی ازبکستان که در ماه اپریل امسال تغییر دادند، میرزیف امکان دارد تا سال 2037 یعنی 14 سال در قدرت بماند. نگرانی‌ها از آن است که تا آن وقت وی اطرافیانش برای نگاه داشتن حکومت حقوق آدمان را نقض و بخشای مهم سیاست و تجارت را انحصار خواهند کرد. با این حال کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان روز 10 ایول شوکت میرزیف را برنده اعلام کرد و گفت که بر اساس نتیجه های ابتدایی وی بیش از 87% آواز گرفته است. بعضی از سیاستشناسان از جمله رفیل ستاروف انتخابات را به رقابت و مخالفت واقعی و بازگشت آشکار به گذشته استبدادی تصویر کردند. با سیاستشناس گالیا ابراهیمووا نیز صحبت داشتیم و او گفت که این انتخابات بازگشت به دوران کریموف است. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفتند که انتخابات ازبکستان رقابت واقعی نداشت. آنها گفتند که برای برگزاری انتخابات دموکراتی در ازبکستان تغییرات جدی ضرور است، چیزی که قبول اجراش آسان نبوده است. و میرزا نبی در آغازی به قدرت رسیدن شوکت میرزیف بسیاری او را با شروع یک اصلاحات و دیگرگونی در ازبکستان ستایش میکردند و حالا نظرها به کار و گشتایش تا اندازه دیگر شده است. چرا؟ ببینید، همونطوری که میدانیم شوکت میرزیف در گذشته 13 سال سروزیر حکومت اسلام کریموف بود و سال 2016 پس از مرگ وی زمام سیاست را در ازبکستان به دستش گرفت. هرچند به مخالفان واقعی امکان کار و بیان مفقه نداد، بعضی از گناهکاران را با انگیزه های دینی و سیاسی رها کرد. برای سرمایه گذاری در این کشور سبکی داد. سرحدهای چندین سال بسته ازبکستان را با تاجیکستان هم باز کرد، اما دیرتر از راهی رفت که رهبران اکثر کشورهای آسیای مرکزی آن را پیمودند و یا در حال حاضر میپیمایند، یعنی به قبل ناظران غربی نقض حقوق آدمان و سرکوب دیگر اندیشان. کریس ریکلتون شارح سیاسی رادیو آزادی هم میگوید که قضیه قرقلپاکستان در تابستان سال گذشته شخصیت و چهره میرزیف را یک نوع داغدار کرد. در آن حادثه ناراضیان را سرکوب کردند و دیگر اندیشان را دستگیر و زندانی نمودند. شوکت میرزیف 66 ساله است و بار سوم است که در انتخابات اشتراک کرده پیروز اعلام می‌گردد. تشکر. همکارم میرزا نبی خالقزاد درباره انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان صحبت می‌کرد.